بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بارك الله فيكم ووفقكم الله بفهم الصحيح. الله به شما برکه بدهد و به شما فهم صحیح را نصیب بگرداند. بإذن الله سبحانه و تعالی حلقه امروزه ما از دو موضوع بزرگ و از اصل دین عبارت است. موضوع اول این فهمیدن حقیقت اسلام، فهمیدن اسلام صحیح و درست و اینچنین دلیل ها از قرآن و سنت در موضوع و در باب این که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر عذر نیست. اما پیش از وارد شدن به موضوع، به صلب موضوع، می خواهم به شما بگویم که این موضوع باید همیشه تکرار بشود که در باب تکفیر سه مذهب وجود دارد: مذهب الغلات، مذهب غالی ها از خوارج و معتزله ها، و این چنین خوارج معاصر و زمانه که امروز وجود دارد که همه را کافر میدانند، مسلمان را هم کافر میدانند. قاعده دارند که میگن اصل انسان ها کفر است و همه انسان ها کافرند، اگرچه در بالای سجده به الله، اگرچه در بالای نماز، در بالای عبادت ببینند، تکفیرش میکنند. البته اینها غلات است و این چنین میگویند اگر یک زمین دارالکفر باشد، همه انسان هایی که در همونجا هست کافر است. تاجیکستان دارالکفر است، خوارج ها میگن پس همه تاجیکستان بوده، میگویند خوارج ها که کافر است. و البته این مذهب غلات است و تسلسل دارند که مخالف اهل سنت و الجماعت است. مقابل مذهب خوارج جماعت برآمدند، بخواستند که دین را دفاع بکنند، اما غلو کردند در دفاعشون و در رد زدن به خوارج و بالاخره اینها جفات شدند. مقابل غلات جفات، کسایی که اصلا مشرک و کافر را انکار کردند و بعضشون حتی کفر شرک را انکار کردند و حتی کار به جای رسید که این غلات یهود و نصارا را گفتند که بالعموم ما میگیم که یهود و نصارا کافر است، اما در تعیین یک آدم معین را تکفیر کرده نمیتونیم، یهود و نصارا را. یعنی همچنین از بینشون غلات هم برآمد. اینها مرجئه هستند، کسایی که عمل را از ایمان نمیدانند، یا که عمل را تاثیرگذار به ایمان نمیدانند، ترکش و یا وجودش را، یا که اینها امید را به نهایت به الله سخت کردند و گفتند الله بخشنده مهربان است، همه کار را میبخشد. اگر انسان جاهل باشد هیچ باکی ندارد. و اینها بالاخره هر دوی طایفه گمراه شدند. اما امروز مصیبتی شدیدی که در بالای امت اسلام است، این مصیبتی مرجئه ها هست. اشعری ها مرجئه هست، ماتریدی ها مرجئه هست، صوفی ها مرجئه هست، همه قبوری ها مرجئه هست، اهل کلام و فلاسف مرجئه هست، مداخله مرجئه هست، همه حزب هایی که خود را به اسلام نسبت میتند مرجئه اند. و این چنین یک طایفه برآمده است که خود را وانمود میکند که پیرو از سلف صالح است، میگه من سلفی یا که من از اهل سنت و جماعت. این هم در تطبیق میبینیم که عقیده اش از عقیده قبوری ها یا که از عقیده حزبی ها یا مدخلی ها فرق ندارد. اینها مدخلی را بد میگویند، به خاطر اینکه میگن مدخلی ها علما را بد میگوید.
اما عقیده مدخلی که عاذل المشرک است این رو بد نمیگن. حزبی ها را بد میگویند در کدام مسائل کوچک، اما عقیده حزبی هایی که عاذل المشرک است بد نمیگویند. اینها وانمود میکنند خود را اهل سنت، اما اینها ریشه اهل سنت را خشک میکنند و به ریشه اهل سنت ضربه میزنند و اهل سنت را عقیده اینها این است که میگن خوارج است. دفاع کنندگان از طاغوت آشکار یا پنهان، دفاع کنندگان از لشکران طاغوت آشکار یا پنهان با نمودهای گوناگون، اینها را گفته می شود مرجعه های زمانه که دعوای سلفی دارند و اما سلف صالح از اینها بری هست، از اینها بیزار است. اینها آزیری های جهمی های گمراه هستند که میگویند هر کسی که به شرک اکبر و واضح و آشکار و به کفر اکبر و واضح و آشکار واقع شود هم مسلمان است و جهل عذر است. اما یک مسلمانی حقیقی ربانی اگر مشرک را مشرک گویند اون را خوارج و از دایره اسلام بیرون میکنند. و حتی بعض از جهلایش که دعوای این دارد میگوید من از همین خوارج ها دیده، یعنی اهل سنت را در قفس بگیریم، اهل سنت را، طالب علمان اهل سنت را، از اینها من یهودها از اینها بهترند، افضلترند، یا که ندیدم که یهود مثل اینها یا که دیگر از مشرکین مثل اینها باشند. این مقدمه است. اما این طایفه دوم مرجعه است که اینها سبحان الله دروازه الحاد را، دروازه شرک را، دروازه تمامی بگوییم طغیان را و دیگر دروازه ها را به سوی مردم باز کردند و بالاخره به طاغوت ها طغیان کردن را آزاد تعلیم دادند، یعنی باز کردند. از همین جهت است که علما گفتند، سلف صالح گفتند ضرر مرجعه بر اسلام از دیگر همه فرقه ها بدترین ضرر است از خوارج هم، زیرا که خوارج ها فقط به خون و مال ضرر می رساند، اما مرجعه ها دین را از بین امت بیرون می کند. این حلقات ما برای همین گذاشته شد تا که از خطر این مرجعه ها شما را آگاه سازیم، زیرا که اینها مردم را گول زدند، فریب دادند، بر رویشان نقاب کشیدند، بر رویشان یک چهره سلفی را کشیدند، اما عقیده اینها مرجعه هست و حتی مرجعه الغلات است. این بود مقدمه که خوارج و مرجعه. اما اهل سنت و الجماعت وسط است. اهل سنت و الجماعت مثل خوارج همه را تکفیر و در همه جا جهل را عذر نیست این چنین سخن نمیگویند و این چنین مثل مرجعه ها در همه جا جهل عذر است به همه مسلمان است نمیگویند، بلکه همان کسانی را که الله و رسول تکفیر کرده تکفیرش میکنند و همان کسانی را که الله و رسول عذرش داده عذرش میدهند. پس جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست، اما در دیگر مسائل خفی، در دیگر مسائلی که از احکام و فروعات است، البته جهل به تفصیلات خودش عذر است. و ما میگوییم هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد این مشرک است، این کافر است. اگر در بین مسلمان ها باشد استفاده اینترنت را تواند، ترجمه قرآن در نزدش باشد، استفاده برده تواند و سوره فاتحه را ترجمهش را بداند، در نزدش علما در همون منطقه باشد، پس این انسان کافر است در این دنیا و آخرت. این جهنمی است، جهنمی است، جهنمی است، به خاطر اینکه به این حجت رسیده. حجت رسیدن فقط رسیدن قرآن است، نه اینکه حجتی که مرجعه ها از خود ساختن که ما ان شاء الله در مسائل پاسخ به شبهات، در مسائل بافت و دروغ مرجعه ها و از خودشان شریعت ساختنشون رد میزنیم. و این چنین قسم دوم مشرکا که در کوه نیپال باشد، در کوه افغان باشد، نه اینترنت نه علما هیچ کسی نیست، این انسان به شرک اکبر واقع شد، مشرک است، اسم را میگیرد، کافر است. اما ما این را خالدن مخلدن فی النار نمیگوییم، بلکه این حکمش حکم اهل فتره است و اهل فتره به اجماع علما حکمش این است که در روز قیامت امتحان می شود. این بود مقدمه. اما به سلب موضوع می داریم. بارک الله فیکم. اسلام چیست؟ من اینجا به شما سخنهای علما را میگذارم تا که بارک الله فیکم شما از مصدر و منبع این سخنها با خبر بشوید. امیدوارم که این چیزی که من اینجا میگذارم میبراید. شیخ علی بن خدیر الخدیر، شیخ
السندی و دیگر از شیخ‌های علمای کبار که از علمای نجد و امروز معاصر و غیر معاصر را جمع کردم و به شما در اینجا ذکر میکنم. میگند اسم اسلام یک اسم شرعی هست، له حقیقت مراد فی الشرع لا یجوز جهلها. همون اسلام یک اسمی هست که حقیقت شرعی هست. به من و شما مسلمان ها جایز نیست که در بالای این کلمه اسلام جاهل بمانیم. جایز نیست. ما باید کوشش بکنیم و معنای اسلام را بفهمیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصل مشکلی که امروز بالخصوص در زمان معاصر اهل بدعت دارند و بالخصوص آذری ها، کسایی که مشرکین را به جهل عذر میدهند، اصل مشکلشان این است که اینها حدود الله را در اسم شرعی نفهمیدند. یعنی کلمه های شرعی را خوب درک کرده نتوانستند، نفهمیدند به معنای کامل و شاملش. این سبب شد، بله این سبب شد که گمراه شدند. وقتی که معنای اسلام را خوب نمیفهمی، البته که غلط فهمیدی، پس مشرک را مسلمان میدانی، مسلمان را شاید خوارج و دیگر لقب‌های غیر شرعی بگی. از همین جهت الله سبحانه و تعالی ببینید در سوره توبه 98 گفت الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم. این آیت به مذمت یاد میکند، یعنی بادیه نشین ها را به بدی یاد میکند. مذمت اهل بادیه هست، زیرا که اونها حدودهای الله را در نامهای دینی و در نامهای شرعی نفهمیدند. ابن تیمیه رحمه الله میگویند، ببینید در کتاب مجموعة الفتاوی مجله نهم صفحه 59 انا اینجا قال ابن تیمیه في مجموعة الفتاوى ومعرفة حدود الاسماء واجبه. دانستن حدودهای نامهایی که در شریعت آمده است واجب است. از همه نام بزرگترینی که در شریعت آمده است این اسلام است. اسلام نام دین است که باید من شما بدانیم. لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه. بارك الله فيكم. هذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك. یعنی همین نام‌هایی که در شریعت آمده است به شما میفهماند حقیقت یک مسئله رو، صفات‌هاش رو، رکن‌هاش رو، چی به این اسم داخل میشد و چی داخل نمیشد. از همین جهت شیخ الاسلام میگن که ذم الله من سمى الاشیاء باسماء ما انزل الله بها من سلطان. الله مذمت کرده است کسایی را که نامگذاری کردند چیزهایی را که الله اون را نامگذاری نکرده و به همون نامگذاری حجت نداده. پس به ما ضرور است که معنای اسلام را بفهمیم. اسلام این کلمه است که مختصر است، کوچک است، اما نام دینی من و شما است. نام دینی همه مرسلین است و آمدن همه مرسلین به خاطر ان همین اسلام بود. خیلی که امام بخاری از حدیث یکی از صحابگان والله اعلم ابو هریره یا که ابن عباس رضی الله عنه بودن که روایت میکنند، امام بخاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الانبیاء اخوه و دینهم واحد. پیامبران برادرند و دین اونها یک چیز است. دینشون چی است؟ اسلام است. همه پیامبران اسلام را یک معنا میفهمیدند. از همین جهت شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن در کتاب منهاج التأسیس، یکی از کتاب‌های بزرگی که رد شدید به اهل آذری ها داده، مرجئه های غلات زمان زده، در صفحه 12 میگن و کم هلک بسبب قصور العلم و عدم معرفت الحدود والحقائق من امه. چقدر انسان ها هلاک شدند به سبب کم بودن علم، به سبب نفهمیدن معرفه خوب نداشتن در بالای حدود و حقایق این امت. و کم وقع بذلك من غلط و ریب و غم. چقدر واقع شد در بین امت از خطاگی ها و شک و شبهه ها.
مثال ذلك مثال این ان الاسلام و الشرك نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. بدون که اسلام میگن و شرک این دو چیزی نقیض است، در یک جا جمع نمیشود و در یک جا نابود هم نمیشود. یا اسلام است یا شرک است، هر دوش یک باره نابود نمیشود. حتما یا اسلام است یا شرک است. اگر اسلام حقیقی آمد شرک نابود میشود و شرک آمد اسلام نابود میشود. هر دوش در یک جا جمع نمیشود. این رو نقیض میگن که مرجئه ها کلمه نقیض رو نمیدانند، باید بیاموزند که نقیض چی است. پس اسلام چیست؟ بارک الله فیکم. وقتی که این مقدمه فهمیده شد شما میفهمید که اسلام حقیقت شرعی دارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن کلمه اسلام رو استفاده برده. ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد الله اسلام است. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هر کسی که ابتغاء غیر دین اسلام رو بکند او قبول نیست. هر دینی که غیر دین اسلام باشد قبول نیست، خود دین یهودی یا نصرانی یا مجوسی یا شرکی. این قبر پرستی یک دین است، دین مشرکی. پس این کلمه اسلام چی معنی دارد؟ چی معنی دارد؟ بارک الله فیکم. ما معناش رو به شما ذکر میکنیم. از اولا کلامی بگوییم علما تعریف اسلام در لغت چیست؟ ببینید در کتاب تعریف الاسلام شیخ میگن که تعریف الاسلام در لغت اسلام مشتق است، یک کلمه است که مشتق گرفته شده است از فعل سلم یسلم. از فعل سلم یسلم اسلام گرفته شده است. سلم یسلم اسلاما و تسلیما و استسلاما و مسلمه. و همین فعل سلمه در لغت به دو معنا می آید: بریء و نجا و وقع و خلص. نام الله هم به همین معنا می آید، السلام. یعنی الله نامش السلام است، یعنی الله که سالم است، خالص از تمام عیوب و خالص از تمام نقصان است، نجات دهنده است. و جنت هم دار السلام گفته شده است به خاطر اینکه سلامت در جنت وجود دارد. یکی از معناهای اسلام همین است در لغت. معنای دومش این انقاد و اذعن و اطاع و التزم و امتثل، یعنی پایبند شدن. اسلام پایبند شدن، اسلام تسلیم شدن، اسلام بعد از پایبند شدن همون را روشن کردن و ایشان دادن. اسلام این اطاعت کردن، اسلام ملتزم شدن، اسلام ممتثل شدن، یعنی گفته هاش را به جا آوردن. انا این معنای دوم لغوی اسلام است. به همین معنای شرعیش هم آمده است. و به معنای لغوی اگر نظر که در سوره بقره آیه 131 آمده است که اسلمت لرب العالمین، من اسلام آوردم یعنی تسلیم شدم و پایبند هستم به رب العالمین، یعنی اطاعت میکنم، پایبند به شریعتش هستم و تسلیم شدم. انقدت و استسلمت میگن علما، انقیاد میکنم، پایبند هستم و تسلیم شدم. این است معنای اذعان و انقیاد. بارک الله فیکم. این معنای اسلام در لغت بود. اما معنای اسلام در اصطلاح، یعنی معنای اسلام از نظر شریعت. بارک الله فیکم. من حالا جمع کرده های خود را از سخنهای علما از دیگر جا به شما بیان میکنم. علما میگویند که اسلام الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهله. این تعریف را محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کرد. و همین تعریف اسلام را، یعنی معنی داد کردن اسلام از نظر شریعت را، علمای بعد از آمده محمد بن عبدالوهاب گفتند بهترین، زیباترین، شاملترین معنای اسلام است. یعنی تسلیم شدن به الله در توحید، در همه نمودهای توحید تسلیم شدن و انقیاد له بالطاعه، انقیاد پایبند بودن در اطاعت الله و رسولش، در اطاعت شریعت بالعموم پایبند بودن.
هر چیزی رو که فهمیدی باید پایبندش باشی. والبراءة من الشرك و اهله، و براءت جستن از شرک و اهلش. براءت یعنی چی؟ براءت یعنی ترک کردن، بغض و عداوت داشتن شرک رو، بعد دیدن، و شرک رو، کفر و شرک رو شرک و کفر دانستن، و در حالت قدرت از منطقه کفار و مشرکین هجرت نمودن و تکفیر کردن. این است براءت. براءت بدون تکفیر به وجود نمیاد. براءت از شرک و براءت از اهل شرک. این 4 رکن اسلام است که هر کسی که میخواهد به اسلام داخل بشود باید همین چیز رو به وجود بیارد. اما آیا به همین ما اکتفا میکنیم که به گفتی سخن شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله؟ البته که نه. ما به شما سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میگیم. این علما مختصرا به شما از احادیث و از آیات قرآن همین قاعده رو ذکر کردن. بارک الله فیکم. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند معنای اسلام رو. میگویند خیلی که در حدیثی که امام مسلم روایت کردند از عمر بن الخطاب رضی الله عنه آمده است. بارک الله فیکم. عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگویند که ما در نزد رسول الله 6 بودیم که یک نفر به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شد. انسان زیبا، انسان لباسش تازه، موهایش سیاه، اثری سفر از او دیده نمیشد. به نزد رسول الله ششت و سوال کرد که مل اسلام یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. از اسلام به ما خبر بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعریف اسلام رو کردند. گفتند الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام این است که شهادت بدهی که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادت بدهی که محمد رسول الله. روایت امام مسلم. این تعریف رسول الله به اسلام است. یعنی اسلام این شهادت دادن است به یگانگی الله و باطل بودن دیگر الههای باطلی که بجز الله پرستیده می شود و شهادت دادن بر این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله است. پس بارک الله فیکم. در همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فهموندن که شهادت دادن، شهادت بدون علم به وجود نمی آید. ای اهل ارجاء، ای جهلا که حدود الله را در کلمه های شریعت گذاشته بیخبرید، شهادت آیا بدون علم به وجود می آید؟ کسی که یک چیز را نمیداند میتواند که شهادت بدهد؟ نمیداند که الله وجود دارد، شهادت میتواند که بدهد؟ نه. شهادت به چیزی فهمیده و دانسته داده می شود. یعنی همان وقت انسان مسلمان می شود که بداند، بفهمد، قبول بکند، اقرار بکند، انامین را شهادت میگن و نطق بکند که همه این معبودهایی که بجز الله عبادت کرده می شوند اینها باطل هستند، عبادتشون باطل است، کفر است، شرک است و عبادت یگانه الله حق است. یعنی این مسلمان در اولین عملش باید چی را بداند؟ توحید و کفر. اولین چیزی که لا اله الا الله تعلیم میدهد انامین است که همه چیزهایی که بجز الله عبادت میکردی ترکش بکن و یگانه الله را عبادت نما. همین را آیا قبول داری؟ همین را آیا اقرار کردی؟ همین را آیا تصدیق نمودی؟ پس اگر تصدیق و اقرار کرده باشی شهادت بده و نطق بکن. از همین جهت کسی که لا اله الا الله میگوید معنای لا اله الا الله را نفهمید، علم درباره لا اله الا الله ندارد و شرک را از توحید جدا نکرد، توحید را از شرک جدا نکرد، لا اله الا الله او به وجود نآمده، حقیقت اسلام به وجود نآمده. این است حقیقت اسلام. پس حقیقت اسلام این توحید است و ترک شرک است. اسلام این ترک شرک و انجام دادن توحید، تسلیم شدن به توحید و براءت کردن از شرک و مشرکین است. این اصل دین است، اولین قدم به اسلام است. از همین جهت بین علما اختلاف شده که
کسایی که لا اله الا الله گفتند و شرک میکنند آیا اینها مسلمانی بگویم آیا اینها مرتد هستند یا مشرک اصلی هستند؟ چرا این اختلاف به وجود آمد؟ برای اینکه کسی که لا اله الا الله گفت معنیش رو نفهمید از همین جهت شد. همه اتفاق میکنن که این کافر است، اما در مرتد بودنش یا که کافر اصلی بودنش صحبت رفت. سبحان الله، چقدر علما زیبا بیان کردن. پیامبر صلی الله علیه و معنای اسلام را بیان میکرد و معنای ایمان را هم بیان کردن. پس کلمه اسلام و ایمان را خوب دقت بدید. وقتی که جدا می آید معنای هر دوش یک است. وقتی که در یک جا هم ایمان و هم اسلام را میخواهیم شرح بدیم معنای هر دوش جداگانه است. الان ما وقتی که الان اسلام را به شما میفهمانیم فقط معنای حقیقت و درست و صحیح اسلام را شما بدانید که یک در همین جا معنای ایمان را هم اسلام بیان میکنه. زیرا که اسلام و ایمان این دو کلمه هست که اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع. اگر در یک جا جمع بشود هر جاش پهلو ما پهلو بیاید معنای الهیده مخصوص دارد. اسلام اما ظاهر است، ایمان باطن است در این معنا. اما اگر کلمه اسلام خودش دین اسلام بیاید هم اسلام هم ایمان هم را در یک جا جمع میکند. پس ایمان انسان اسلام انسان درست نیست، صحیح نیست وقتی که تسلیم به توحید نشده. یعنی اقرار به زبان شاید کرده باشد اما عملا معنوان نفهمیده و شرک را دارد انجام میده یا که قصدا انجام میده. فرق نداره، در هر دو حالت کافر است و مشرک است. این معنی داد پیامبر صلی الله علیه و سلم. و اولین چیزی که در باب ایمان هم به جبرائیل این حدیث دراز جبرائیل میگن، جبرائیل پرسن که مل ایمان، ای محمد ایمان چیست؟ ایمان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ایمان این تسلیم شدن، بگویم ایمان این ان تؤمن بالله و رسوله و همچنین ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. لیکن کلمه اولینی که من میخوام به شما بیان بکنم این رسول است. کلمه چه؟ رسول است. اولین بگویم کلمه که اینجا باید بدونید ببخشید الله است. ایمان به الله بیاری. چگونه به الله ایمان میبیاری؟ ایمان به یگانگی الله بیاری. ایمان بیاوری که بجز الله هیچ چیزی نباید عبادت کرده شود. ایمان بیاوری که هر چیزی که بجز الله عبادت کرده می شود این باطل است، کفر است، شرک است. این است ایمان به الله. پس از تعریف رسول الله صلی الله علیه و سلم، از روایت امام مسلم به ما در حدیث جبرائیل بیان شد که اسلام و ایمان صحیح و درست و حقیقی شرعی از انسان مشرک به وجود نمی آید. زیرا که نه لا اله الا الله و محمد رسول الله را شهادت داده و نه ایمان به الله آورده. نه اسلام و نه ایمانش صحیح نیست. پس دینش صحیح نیست. پس اسلام و ایمان در یک جا جمع، بگویم اسلام و شرک در یک جا جمع نمیشه، نقیض شد. این است تعریف رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که شرک آورده آیا ایمان صحیح به الله آورد که الله باید یگانه خودش عبادت کرده شود؟ نه، ایمان آورد. پس اولین رکنی ایمان اگر ایمان آوردن به الله باشد، اولین چیزی که به الله ایمان بیارید به وجود الله، به یگانه عبادت کردن الله. کسی که الله هست میگوید اما بعد از این غیر الله را عبادت نکرد، این مشرک است. پس اسلام ندارد، این مشرک است یقینا. این است فهم اسلام. ای مسلمین، کسی که مسلمان است وقتی که من مسلمانم میگوید معناش این است که من به توحید، همه نمود توحید تسلیم شدم، قبول میکنم، اقرار میکنم، عمل میکنم و بعد از این دوامش چیست؟ من عمل میکنم، پایبند به امر و فرمان الله و رسول هستم و براءت از شرک و مشرکین میکنم. یعنی شرک را ترک کرده باشد مسلمان است، از مشرکین جدا شده باشد مسلمان است. اگر شرک را ترک نکند و من لا اله الا الله گفتم بگوید، از معنای سخن رسول الله صلی الله علیه و آله واضح دیدید که مسلمان است. این است حقیقت اسلام. مشرکین حقیقت اسلام ندارند، زیرا که اونها رکن سوم اسلام را که باید به جا بیاورند در داخل شدن به اسلام که ترک شرک است، شرک را ترک نکرد. اسلام همان وقت صحیح شماریده می شود که شرک ترک کرده شود و براءت از مشرکین میکند. بیایید بعد از این حدیث ها
حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 شهادة لا اله الا الله رواه امام بخاری. اسلام 5 ستون دارد، در بالای 5 چیز بنا شده. اولین چیزی که بنا شده کلمه لا اله الا الله است. چرا کلمه لا اله الا الله را شما بیان نمیکنید؟ چرا نمیفهمید؟ در حالی که اولین ستون اسلام، اولین ریشه و اساس و اصل است و همین لا اله الا الله بیان میکند که کسی که علم بر بالایش ندارد، کسی که حقیقتا نفهمید، پس او مسلمان را نفهمید، زیرا که اسلام همین لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. این روایت امام بخاری است. از همین جهت هم الله گفت و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. هر کسی که در غیر اسلام باشد دین او از او قبول نیست، عملش دینش در غیر اسلام. چرا ما میگیم؟ یعنی کدام چیزها غیر اسلام است؟ شرک آیا اسلام است یا غیر اسلام؟ جواب غیر اسلام است. پس کسی که شرک را انجام میکند، انجام میدهد، در اسلام است یا در غیر اسلام؟ در غیر اسلام. آزیری ها، جهلا میگویند که دین غیر اسلام، یعنی دین هایی که در کفار اصلی هستند، دینی که در غیر اسلام است، فقط همون دین یهود و نصارا رو اینها دین میدونن، یا که مجوس رو. یهود، نصارا، مجوس و بودیست. عقیده اهل سنت در جماعت این است که هر آیین، هر نظام که مردم را ملزم بکند یا که منهج داشته باشد، این دین است، خود در قرآن ذکر شده یا نشده باشد. دین این یک راه یا یک روش، یک منهج است. دین های هست که در قرآن ذکر شده به نام یهود، نصارا، و دین های هست که در قرآن ذکر نشده لیکن معناش ذکر شده که باطل. یعنی هر منهج و راهی که در غیر منهج الله و رسول، در غیر اسلام باشد، پس بودیست یا که مشرکین در قرآن ذکر شده، یا که دین مشرکین. و امروز دین دموکراتی وجود دارد. این دین است. دموکراتی این دین نو است که ساختن در فرانسه. پس این چنین یک دین وجود دارد که مرجئه ها قبول نمیکنند. دین مشرکین، دین قبوری ها، یک دینی نو است. اینها چگونه دین دارند؟ اینها میگن که لا اله الا الله بگو، اولیا را بین خود و بین الله واسطه بگیر. لا اله الا الله بگو، نماز بخوان. و در دین تو چی است؟ قبر پرستی است، شفاعت از قبر است. و در دین تو ذبح لغیر الله و طواف کردن به غیر الله است. پس این یک دینی مشرکین است. اگر ما بگوییم هر کسی که از اسلام بیرون بشود و به خریستیان بگوییم، به یهود و نصارا داخل بشود، به کنیسای اونها داخل شود، میگیم که نصرانی شد و یهودی شد. و این چنین هر کسی که از مسلمین خود را مسلمان بگوید، لا اله الا الله بگوید، قبر پرستی بکند، انا همینجا ترک شرک ندارد، این مسلمان نیست، اسلام حقیقی ندارد. حالا بیایید سخن ابن القیم الجوزی در طریق الهجرتین را به شما مطالعه میکنم. امیدوارم که این سخن به شما اینجا می نماید. اما ببینیم کتاب طریق الهجرتین باب السعادتین، در کتاب باب السعادتین، طریق الهجرتین باب السعادتین، صفحه 411 میگن والاسلام هو توحید الله و عبادته وحده لا شریک له. اسلام این توحید الله است. اولین کلمه در اسلام این توحید است، یگانه الله را عبادت کردن است. ترک شرک است. توحید ترک شرک است و عبادت کردن یگانه الله که شریک ندارد. والایمان بالله و برسوله و اتباعه فيما جاء به. ایمان آوردن به الله و به رسولش و پیروی نمودن و پایبند بودن هر اون چیزی که رسول الله آوردن و از شریعت آمده است. این است چی است؟ اسلام. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. انا فهم که موافق فهم سلف صالح است. این است که ابن القیم رو ما میگیم علامه اهل سنت. چرا؟ برای اینکه موافق سلف صالح سخن کرد. میگه هر کسی که توحید را نآورد، یگانه الله را عبادت نکرد، ایمان به الله و رسول نآورد و پیروی نکرد، همین چیزها را به وجود نآورد، این مسلمان نیست. فلیس بمسلم و این لم یکن کافرا معاندا. اگر این را کافر معاند نگوییم پس این کافر جاهل است. این یک ضربه به فرق سر مرجئه ها هست که مرجئه میگن فقط کافر همان وقت انسان میشود که معاند باشد. معاند چیست؟ کافر معاند چیست برادران و خواهران معاهده؟ کسی که داند، فهمد و بعد از دانستن و فهمیدن قصد کفر را انجام، یعنی بگوید که من حالا میروم کفر را انجام میدم.
کفر بودن را فهمد، قصد انجام کفر را کند و بعد از این اگر انجام میداد کفر میشه. یا دیده و دانسته بعد از علم کفر را انجام داد کفر است. فقط همین در نزد مرجئه ها همین کفر است. اینها کفر جهل را قبول ندارند. از نظر اینها همه علمای اهل سنت خوارج است، نه فقط من یا 4-5 طالب علم، بلکه امام اینها جاحظ، سمامه، امام اینها در زمان شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، داود ابن جرجیس، عثمان ابن منصور، همه کرا اهل سنت را، علما را خوارج گفتند. ابن القیم جوزی هم از نظر اینها خوارج است، زیرا که میگه که اگر دانسته کند کافر معاند است، اگر ندانسته از سبب جهل شرک را انجام بدهد، توحید را ترک بکند، پس این چی است؟ کافر است. کدام نمودی کافر؟ کافر جاهل. غایت این طبقه که جاهل است، درجه بالاترین این درجه که جاهل هایی که نمیفهمند و شرک و کفر را انجام میدهند چی است؟ فغایت هذه الطبقه انهم کفار جهال غیر المعاندین. غایت این طبقه، اینها طبقه هستند کافر هستند، جاهل هستند، اما غیر معاند هستند. یعنی اینها علم ندارند، اینها بیچاره ها هستند، زیرا که اصل همه این مشرکین جهالت است، بی‌علمی. از سبب بی‌علمی شرک رفتند. اگر اینها میدانستند که این عمل شرک است انجام نمیداد. پس غایت این بیچاره ها رو ما چی میگیم؟ اینها معاند نیستند، اینها جاهل هستند، کافر هستند. و عدم عنادهم لا یخرجهم عن کونهم کفارا. این نبودن عنادشون، یعنی جاهل بودنشون، اینها رو از درون کفار بیرون نمیکند. جاهل بودنشون هم اینها رو نجات نمیداد، بلکه اینها کافر هستند. فإن الكافر من جحد توحید الله و كذب رسوله اما عنادا و اما جهلا و تقلیدا لاهل العناد. کفر چیست؟ کفر گفتند یا کافر کیست؟ کافر همون کسی است که جهد کند، انکار کند توحید را، یا دروغ شمارد الله و رسول را، دین را، اما عنادا، یا همین عملهای کفر را انجام میدهد با علم، یا که از جهت علم، یا که از جهت جهل، یا از جهت تقلید. در همه این حالت این کافر است. این است معنای اسلام. برادران و خواهران موحد، هر کسی که خود را مسلمان میگوید، همین کلمه اسلامی که دین شما اسلام است و مسلمان گفتن شما هم از همین اسلام گرفته شده است که من تسلیم شده هستم، بدانید که کدام وقت به سر شما کلمه مسلمان تطبیق کرده شد. شیخ در دوامش میگه که والحاصل ان اسم الاسلام لا يكون مطلقا على من اشرك مع الله غيره ولو كان جهلا. حاصل سخن علما همین است که اسم اسلام را ما مطلقاً به کسای مشرک شرک آورده نمیدیم، اگرچه جاهل باشد. اما میگه این قوم، این جهلا نمیفهمند. کسانی در کتاب البداع الصناعی در ترتیب شرایع میگه که ابو حنیفه میگفتند که جهل نیست. البته ما سخن ابو حنیفه رو رحمه الله را در سخن علما ذکر میکنیم، زیرا که اسلام میگفتند جهل عذر ندارد. این است سخن علما و این است که علما میگن معنا و حقیقت اسلام. من 3 دقیقه دیگر صحبت میکنم و بعد از این به دیگر موضوع وارد میشیم. البته صحبت در بالای این موضوع بسیار است، اما ما مختصری شدید کردیم به خاطر اینکه به شما وزنی نشود و به شما ملال نآییم. لیکن سلب موضوع، مختصری موضوع و جایی که باید بدانید و بفهمید باید به شما واضح باشد. بارک الله فیکم. من حالا اینچنین اقوال سلف را ذکر میکنم در مسئله بارک الله فیکم. انا همین اسلام غیر از ابن القیم جوزی. ببینید اقوال السلف و اهل العلم فی حقیقت الاسلام. الطبری در تفسیرش میگه، طبری وفات کننده 310 هجری، اسلام چیست؟ اخلاص العباده و توحید لله و خضوع القلب والجوارح له. اخلاص عبادت به الله و توحید الله و خضوع، یعنی شکسته شدن قلب و جوارح به الله هست. این است اسلام. پس کسی که اخلاص به عبادت در الله ندارد، توحید به الله ندارد، اسلام ندارد. ما مفهوم المخالفه داریم. در دوامش میگه الطاعه له و اقرار الالسن والقلوب له بالعبوديه والذل والانقيادها له بالطاعه فيما امر ونهى وتضل لها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون اشراك غيره.
من خلقه في العبودية والألوهية. اسلام این اطاعت کردن الله هم به قلب هم به زبان هم به جسم انقیاد کردن در طاعت و در آخرش میگه که دون اشراک غیری، یگان کس را شریک به الله انجام نداده، یگان خلق را در عبودیت و الوهیت به الله انجام انمین است مسلمان و اسلام. پس مرجئه ها امام شما کی هست؟ امام شما سلف صالح هست یا که امام شما سلفتون جاهز است؟ خر آشکار بگوید که ما راحت بکنیم و بگوییم که شما جاهزی است. کنی سخنهای علما در حقیقت اسلام. در تفسیر آلوسی روح المعانی میگه که قال علی بن ابی طالب الاسلام هو التسلیم والتسلیم اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل وان المؤمن ما يعرف ايمانه في عمله والكافر يعرف بانكاره. انا این است اسلام، این تسلیم شدن و یقین کردن است. چیزی که علی بن ابی طالب گفت. خدا میگن که اسلام شهادة ان لا اله الا الله والاقرار بما جاء به رسوله عند الله. شهادت دادن اینکه یگانه الله وجود دارد و غیر الله را انکار کردن. در دوامش میگن که ودل علیه اولیاء لا يقبل غیره ولا یجزئ الا به. غیر از همین اسلام دیگر اسلام قبول نیست و به جای این اسلام دیگر اسلام به وجود آمده نام مسلمان را داده نمیشد. اخرجه البخاری. و ابو العالیه الاسلام الاخلاص لله والتوحید وحده وعبادته لا شریک له واقامه الصلاه و الزکات. اینو ببینید اینها همه سلف هستند. امام بغوی میگن که اسلمت وجهی ای انقدت لله وحده بقلبی و لسانی و جمیع جوارحی. ببینید یعنی اسلام یعنی تسلیم شدن میگن، هم به قلب هم به زبان و هم به جسم. حالا که مرجئه ها شروط اسلام رو فقط گفتم قلبی است. بارك الله فيكم. ابن قتيبة سلف است، المروزي، قرطبي، ابن رجب، ابن تيمية، همشون رو دیده سازید. الاسلام في شرع الانقياد والافعال الظاهرة الشرعية. الاسلام هو الاستسلام العبد لله وخضوع وانقياده. الاسلام انا این سخنهای علما. پس بارك الله فيكم. انا این مرتبه دین ما هست که اول اسلام است، بعد ایمان است و بعد احسان است. و همین اسلام شما و همین ایمان شما و همین احسان شما صحیح نیست، درست نیست، حقیقتش به وجود نآمده است وقتی که شما شرک را ترک نکردید و براءت از شرک و مشرکین نکردید یا که توحید را به توحید تسلیم نشدید. کسی که شرک را انجام میدهد یگان رکنی اسلام را ندارد، حقیقت اسلام را اصلا ندارد، برای آنکه تسلیم به توحید نشده است. تسلیم به توحید انجام دادن توحید است. انجام دادن توحید ترک توحید است. بگویم انجام دادن توحید ببخشید ترک شرک است. کسی که خود را موحد میگوید و تسلیم شده به توحید میگوید باید شرک را ترک بکند. بارک الله فیکم. پس برادرانم و بزرگواران این بود موضوعی که ما باید درباره اش صحبت میکردیم و به شما میفهمانیدیم. و همین اسلام ما و همین ایمان بارک الله فیکم مرتبه ها دارد. یک علم نازک رو میخوام به همین جا به برادران رسانم که از این علم و از این معلومات مرجئه ها فرسخ ها دور هستند. اونها نمیدانند مراتب الایمان گفتنی موضوع وجود دارد. برادری موحدم و خواهری موحدم، همین دین تو رو یا به جنت میبرد، نجاتت میدهد، یا که به اهمیتی میکنی و نمیآموزی و یا که تو را البته به عذاب میبرد اگر به بولش اهتمام نکرده باشی. بفهم که ایمان مرتبه دارد. مرتبه ایمان بارک الله فیکم اصل است و واجبات است و مستحبات است. اصل ایمان بعضی از علما میگن 5 است یا 6 است. اصل ایمان ما این چی است؟ اصل ایمانی که ترک کرد انسان کافر میشد به اجماع همه علما. این توحید است، اصل یکم. اصل دوم ترک شرک است. اصل سوم کفر بالطاغوت است. اصل چهارم عدم الامتناع و التولی است. اصل پنجم اصل الولاء والبراء است. و انجام دادن عبادت های ظاهریه که انجام دادنش فرض است، به مانند نماز و زکات. اینمی 6 اصل ایمان است که هر کسی که ترک کرد البته کافر است و مشرک است. کسی که توحید را به وجود نآورد مشرک است، کافر است. کسی که شرک را ترک نکرد کافر است و مشرک است. زیرا که در اصل
در اصل ایمان است. اما واجبات ایمان در واجبات ایمان تکفیر کرده نمی شود. خوارج ها در باب ایمان تکفیر میکنند. مرجعه ها در اصل ایمان انسان را مسلمان میشمارند. واجبات ایمان چیست؟ به مانند ترک محرمات، ترک گناه های کبیره، به جا آوردن واجبات که در حق مرد است، واجباتی که در امر معروف نهی از منکر، گفتن سخن حق و غیره. و مستحبات را کسی ترک کرد گناهگار نیست. واجبات را کسی ترک کرد در زیر مشیت الله است و البته که اگر گناه کبیره باشد و اصل اصول دین ترک کرد کافر مشرک است. با همین امیدوارم که حقیقت اسلام به شما رسیده باشد که مختصرا سخن محمد ابن عبدالوهاب را ذکر میکنیم که گفتند استسلام لله بالتوحید، تسلیم شدن به الله در توحید در همه نمودش، و انقیاد له بالطاعه، پایبند و پابرجا بودن در طاعت الله، متابعت کردن به رسول الله صلی الله علیه و و براءت من الشرک و اهلی، و براءت کردن از شرک و اهلش است. همه نمود توحید، توحید متابعت، توحید حکم، توحید در تشریع و غیره. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.